همش نمیدونه. غیب الله میدونه، بغیر الله کسی غیب نمیدونه دیگه. عالم الغیب و شهاده ولا یظهر علی فلا یظهر علی غیب احد. هیچ کس الله غیب نکرد بغیر خودش. الله خودش میدونه غیب. ولو اعتقد الله در قرآن میگه که ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير و ما مسنی السوء. پیغمبر میگه اگر ما غیب میدونستم کار خیر زیادتر میکردم. اگر پیغمبر غیب میدونست عایشه مادرمون رو تهمت کرد. یک ماه غمگین گشت تا 10 سال اویا در سوری نور نامد برای پاکیش پیغمبر نفهمید. نیم که حضرت یعقوب علیه السلام 1 کیلومتر دورتر یوسف در چاه پرتوختن ندونست دویدن میدونست دویدن میگفتن. این وقت بعضیشون ملو چی میگه؟ کار نباشه بالا میکنم جنت میبرم. دروغ میگه والله دروغ میگه. جنت صاحب داره. او را تا الله نخواهیش که جنت نمیبینه. برای این سبب باید ما گریه کنیم، ناله کنیم، بعدش در سجده ها ما گریه کنیم که خداوند ما را شرمنده نکرد، ما را قیامت ما آورد. این سبب خداوند ما و شما را حفظ کنه. الله سبحانه و تعالی در آخر سوره احزاب الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. الله میگه امت محمدی، ای امت محمد علیه السلام، ای امت خلیل من، ای امت محمد، شما رنگ قوم موسی را ایزا دادن، شما ایزا ندید. ایزا دادن پیغمبر چیه؟ سنت بچه نمیدونید، سنت پیزا نمیکنید، خطای پیغمبر بالا میدونید. نعوذ بالله. اسلام هم شکننده داره. چخیلی تورات میشکنن؟ تورات میشکنی ایسا تورات میکنی. اسلام هم شکننده داره. چی است؟ شرک، بدعت مکفره. کسی از سنت پیغمبر خدا را بد بینه، کسی رسول الله را نقض نبینه، این کار همش اسلام تا میشکنه. ایدان میبره. در روز قیامت میدونی کافرها چی میگه، منافق چی میگه؟ لیتنا لو اطعنا الله و اطعنا رسوله. ای کاش که ما در اطاعت الله اطاعت رسول گپ هیچ کی را نمیدیدیم، فقط گپ الله رسول میدیدیم. همه دوزخیان گپ میگن کاش که ما سخن الله رسول گفتیم. اگر ما و تو هم اگر سخن الله رسول رو بگیریم فقط همین گپ میگیم. خداوند کاش که مریا بر دنیا با فقط سخن پیغمبر تا میگیرم، دیگه سخن هیچ مولایشون نمیگیرم. دروغ میگفتم ای بخاطر دنیا، بخاطر جسم کلی دنیا دروغ میگفتم. خدا خدا ترس نمیگه بابا که بچم من تریه بالا میکنم کارت نباشه تو هم دامنی ما رو بکن. نمیگه بچم تو با میدی من نشه. پیغمبر فاطمه را چی گفت؟ وای دختر جان ما از او خدا چیزی را کم کرد نمیتونم. ای مال دینا چیزی بخوای میتونم. پیغمبر خیلی میگه وقتی ایشونو بعضی چی میگه؟ کارت نباشه بالا میکنه. بالا نمیکنه. دوزخ بوده میتونه، جنت بوده نمیتونه. جنت صحیح داره. این سبب وقتی شوره نمی‌ها زنده الله بگو عقیدت زیبا بکن، بدعتکاری نکن، خرافات پرستی نکن، پیر پرستی نکن، خدا پرست شو. حرام است پیر پرستی. پیر ما پیغمبر است، معلم ما پیغمبر است. همه چی که پیغمبر گفته حق است یا دروغ میگن. گفتی یا دروغ ای پیش خونه یا نه پیدا شده. نیستش صوفیا یهود پیدا شده، نیستش ای نصارا پیدا شده. صوفی در اسلام نیست. اسلام یعنی چی؟ قرآن و سنت. امام اعظم رحمت الله صوفی نبود، پیرو قرآن و سنت. عقیده زیبا داشت. ای قبر طلب نمیکرد، گرد قبر طواف نمیکرد، قبر بوسه نمیکرد، حرام بوسه کردن قبر. پیش قبر مول نمیکش، حرام شرک. بالای قبر مول کشید، شرک. یا دروغ میگن در مذهب امام اعظم هستیم، عقیده‌اش نیستیم. اگر عقیده‌اش باشی، عقیده‌اش میگه چیز نخور، سول نخور، حرام خوریه، 17 فتوا حرام میگه. برای که عقیده شرمنده میشن مولایشون ایمون. اگر بگم ما در عقیده امام اعظم بگم شرمنده میشن، برای که این فتوا القدیر را بینن، عبدالمحتی را بینن، این فتوا را بینن، این روزه مصیبت خوردن حرامه. بچم بدعت قبیحه میگه، فتوا القدیر بهترین فتوای مذهب. یا با شرمنده میشن یا برای این سبب میگن به ما در عقیدهش نیستیم، ما در مذهب شیم. دروغ رنگ شیعه فریب کنن، مردم فریب میکنن. چقدر شیعه مردم خمس فریب میکنن، سیغه میکنن. ایشون مولای ما بعدش نمیخواد دروغ میگن تو که نفسی پلیشون حرام بخورن، روزی مرده بخورن، چیلو بخورن، سولا بخورن. ای یهود مونده، ای نصارا مونده، چی بسوار. ای مسلمان است. مسلمان چی داره؟
مسلمان میگه چجان تو جنت می در زندگیش حرمت میکنه پول چه بوسه میکنه پدرش حرمت میکنه در زندگی همین پدر و مادر اعتراضی مر جای تو جنت است میگه اگر نوروز مرده یا فرما گو بو جو دوزخ بچه گو فایده سر نمونه گو برای سبب بشار شد بندی الله شوید امتی خاصی رسول شوید اگر الله میپرسه اگر سوال کنه که ای فلانی ما چی کم بودی کردم که تو ای پیر تومور گرفتی تو رو به تومور آوردی ما دامه باور نداشتی استغفر الله العظیم پیغمبر خدا چی میگه من تعلق تمیمتا فقط اشرک من علق شیء وکیلانه چیزی در بدنت کشور کردی الله میگه برای هم تلک تو دامه کو باور نداشتی تو کی خدای ما مرا کار مون کنه نمیتونه کو ما تومور بود میکنه برای میگه پیشم قبر طلب میکنی گورو پیش پیر دل کو پیر نامش گری کرد خوای کو برام چی میگه این گوشم میگه پر ما خودی مولو میگه این قرآن گویی میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی الله میگه فقط پسرت میگریزی دخترت میگریزی ای چجونت میگریزی ای پدرت میگریزی این پیرو در کدام کار بجان میگه بچه بندی الله شام الله ما شما رحمت کنه خدا ما شما